پسرمو، پس کله پا کردن تو انقدر راحت بود نه؟ خان قراره بیاد. اومدم ببینم چه خبره. اتاقش آماده باشه، بعدن حرفی نزنه. رستم، ببین چقدر چش و چالت مرتبه و سر جاشه. نزار داغونش کنن. نصف این اتاق و نصف این میز مال منه. روشن شد؟ حالا برو دیگه. مردی که کودن. حالا نمیگم فردا، اما به زودی مال من میشه. خامو، تو برو روستاها رو بگرد. فردا قراره شورا جمع بشن. همه باید اینجا باشن. برو چشم خان. حسنی، چی کار کردی دختره رو؟ هیچی، هنوز هیچی. تو نگران نباش، خودم میرم دنبالش. مردی که مگه این دختره چقدره؟ اگه نمیتونی یه دختر نیم وجبی رو کنترل کنی، به چه دردی میخوری؟ اگه از پس این ضعیفا بر نمیای، یه تیر تو مخت خالی کن، هم من راحت شم هم خودت. یا دختره رو میاری اون کاری که گفتم میکنی، یا تا صبح نماز میتت خونده میشه. مردی که بیارزه. کجا موندی دختر؟ سکته کردم به خدا، گفتم کسی از اهل خونه میبینه. این بار اول آخر بود زیلان، این کار شوخی بردار نیست. اگه کسی بشنوه ناصر رو دیدی، اون روز مرگمونه به خدا. پس داد و بیداد را ننداز که کسی نشنوه. خب چی گفتی؟ چی میخواست بگه؟ گفت باشه دیگه. تو دیگه نمیخواد از چیزی بترسی مادر جون. حالا خودت میبینی بالاخره این دخترت سرنوشت بزبیا و پهلوانیا رو از سر مینویسه. یکی چیه؟ خانم آقای 2 تا امارت میشه. آره بابا، تو به خیال بافیای خودت همینطوری ادامه بده. یکی هم نه، خانم آقای 2 تا امارت میشی. ها با این کارایی که تو میکنی امارت چیه؟ حتی تو قبرستونم واسه خودت یه سنگ قبرم نمیتونی پیدا کنی دختر. توبه خدا به دور. گوش کن، نامه بابامو دادم به ناصر. صبر کن، خودت بالاخره میبینی چه قیامتی میشه وقتی پهلوانی‌ها دروغ 20 ساله رو بفهمن. دجله رو میدن به قدیر. از شر دجله خلاص شدم مادر. حالا بشین و ببین که ناصر چجوری خلیل رو از چشم همه میندازه. همینطوری میشه که من میشم خانم آقای بزبیا و ناصر خانم میشه خانه پهلوانیا. منتظر باش و ببین مادر جان. آخه نیست که یه خانه تونستی تو مشتت نگه داری، حالا میخوای 2 تا خان برای خودت نگه داری. رو سرشون حلوات میکنن. آره دختر، همینطوری فکر کن. دختره دیوونه من قبل از اینکه از خونه بیاین بیرون، دجله قش کرد بردنش بیمارستان. اگه حامله باشه چی؟ اون وقت چی کار میکنی؟ چی قراره بشه مادر؟ خب میندازتش دیگه. آفرین دختر، تو چیزی که میخواستم شدی. اما اون دختر سیاه سوخته رو فراموش نکن. یه چیزی بهت بگم، همه چیزی زیر سر اون دختر است، چون قدیر خاطر خاشه. تو نمیخواد نگران باشی مادر جون، واسه اونم یه فکرایی میکنم. به خدا من بعد کسی نمیتونه جلوی من وایسته. بریم دیگه.
بذار مشکلاتم یکم حل بشه. مادرتم پیدا میکنیم میاریم پیشت، قول میدم. پسرم یواش، ننه فیدان عصبانی میشه. ای بابا. سر شازده پسرم داد نزن، بذار بدو کنه. میدونی چند ساله تو این حیات صدای بچه نپیچیده. ننه فیدان جون دلم، درد سر شدیم برات، جلوی تو رو سیاهم. ببخش. وقتی ناصر گفت پاشو بریم نتونستم چیزی بگم. بیا عزیزم، بیا بشین اینجا. ببین دخترم، شنیدی که خاله نصف مادره. جای شما روی سر منه، هم خودت هم پسرت. در اصل من جلوی تو رو سیاهم. نباید تو رو زن اون ناصر بی خیر می کردم. نه از مادر شدنت چیزی فهمیدی، نه از عروس شدنت. اینطوری نگو ننه فیدان، کم برام زحمت نکشیدی که. بعدشم خدا رو شکر بچه‌مو دارم، شکمم سیره، خونمو دارم، دیگه چی میخوام؟ دختر مظلومم، عزیزم، مظلومم. مادر، دجله، دخترتو برات آوردم مادر. ببین عمو جون اومده. بس چی که عموت اومده؟ بیناز، برو امارت. نامه رو اونجا گذاشتم. مادر جون. قربونت برم عزیزکم، خوش اومدی مادر جون، خوش اومدی. چی شده؟ چرا با داداشت اومدی؟ چیزی شده؟ خوبم مادر جون، افتاده بودم، رفتیم پیش خانم دکتر، از اونجا اومدم. تو چطوری؟ چیزی که نشده مگه نه؟ داداشت که وظیفشه ول کنی میخواد همش دنبال خانم دکتر باشه. چیزی نیست مادر، نگران نباش. سلطان. دجلم ببخشیدا، اصلا تو حال خودم نیستم. داداش ناصر اومده بیرون؟ چشمت روشن؟ آره خدا رو شکر، ممنون. دجله جون بیا این همه با هم بریم تو یه چایی بخوریم. بیناز برو چایی دم کن ببینم. برو بریم تو. بیناز باید بره امارت مادر، واسه دستبوسی اومده بود. اونجا هم اوضاع به هم ریخته است. منم چای رو درست میکنم ننه. باشه عزیزم، برو دجله، برو عزیزم. عمو جان میای بریم بازی کنی؟ پسر تو مدرسه نداری؟ صبح تا شب تو بازی میکنی؟ فردا اسمتو مینویسم مدرسه، درس بخون، کارنامه‌تو که آوردی جایزت با من، میبرمت زمین فوتبال. قسم بخور عمو جون، قسم بخور. باشه دیگه، میبرمت. اول برو مدرسه، حالا برو پی بازیت فعلا. آفرین پسر. کجایی تو دختر؟ رفتم ملاقات بابام دیگه مادر جون. حالا اونو ولش کن. از دیار چه خبر؟ خوبه؟ تو سرت تو کار خودت باشه، دهنتم خوب چفت کن، مبادا به ننت چیزی بگی ها، همه جا رو پر میکنه.
نه مادر، دهن من قرصه. اگه به گوش کسی برسه اون وقت آبرو ریزی میشه. من که نمیخوام مردم بگن قدیر نتونست از خواهرش مراقبت کنه. هر چقدر بدخلقی کنی خب چی کار کنم؟ شوهرمه. برو، فعلا نمیخواد جلوی دست و پا باشی. دجله چی شد مادر؟ شنیدم قش کرده. از قصه دیگه چیزی نمیخوره، فشارش افتاده، حالش خوب نیست. ای وای خانم آقا، دوباره که بلند شدین. براتون سوپ آماده کردم. اگه هیچی نخوریم بعدا خدایی نکرده یه چیزیتون میشه ها. مادر آب جمعینه درست میگه ها. یه موقع مثل دجله از پا میفتی و قش میکنی. وای خدا نکنه. داداش چه خبره؟ داداش اینجا ساکت شو. آبیاب ماما داداش تو رو خدا. داداش ماما خفه شو. ماما جان. ماما آبیاب داداش تو رو خدا. تو رو خدا. داداش هیچ کس حق نداره در باز کنه. دیار همونجا میمونه. قدیر بذار ببریمش دکتر. شاید هنوز اتفاقی نیفتاده باشه. قایمش میکنیم. کار از کار گذشته مادر. دهن منو باز نکن. کجا میری قدیر؟ به اون بی شرف نشون میدم دست زدن به خواهر قدیر یعنی چی. ماما تو رو خدا گوش کن. به خدا تقصیر من نبود ماما. خدا منو بکشه ماما جونم. تو رو خدا گوش کن ماما. به خدا تقصیر من نبود ماما. اینو بگی ببینم. تو رو خدا ماما. بیا خانم آقا. داد نزن دیار. داد نزن دیگه. داد نزن. بیشتر از این آبرومون رو نبر. مامان تو رو خدا گوش کن. همه چی رو تعریف میکنم مامان. تو رو خدا مامان بهم پشت نکن. من کاری نمی کنم که تو ناراحت بشی مامان. مامان تو رو خدا به حرفم گوش کن. دجله چطوری افتادی دخترم؟ به من راستشو بگو. به خدا اصلا حالت خوب نیست. چیزی نیست مادر جون. سرم گیج رفت، فشارم افتاده بود. بعدشم من چطوری میتونم خوب باشم مادر؟ عمر رفته. ببین دخترم، از قدیم گفتن مرگ حقه. ببین چی میگم. اون زیلان هنوزم اذیتت میکنه؟ نه، همه به درد خودشون میسوزن. اون قریشا چی؟ دیگه به طعنه و کنایه نمیزنه که؟ نه مادر، تو نگران نباش. اون قصه داره دخترشه. چی شده دخترش؟ بگو ببینم دختر. دیار چی شده؟ دیار فرار کرده. وای، با پسر فرار کرده؟ تو هم داغ اولاد میبینی قریشا. منم کم نکشیدم. خدا خودش میدونه. خوش اومدی پسرمو. تو هم خوش اومدی. خیر باشه، منتظر من بودی؟ چای بگم بیارم برات؟ آخه پسرمو این همه عزت و احترام برای چی؟ من مهمونم؟ گفتم برم با پسرمو بشینم یه حساب کتابی چیزی بکن. منتظر شدم نیومدی. با خودم گفتم حتما کارش زیاده، سرش شلوغه.
ببین منو ناصر، پسر عمومی، هم خونمی. تا وقتی آدم باشی جات روی سر منه. حق و حقوقت مال خودت، اما خیلی جلو دست و پا نباش. لهت میکنم. چی رو له میکنی تو؟ سرمو؟ سر من واسه پای تو بزرگ پسرمو. آهان، اگه میترسی کسی صاحب این صندلی بشه نباید بذاری خالی بمونه. با رو صندلی نشستن کسی خان نشده پسرم. اون صندلی وقتی خان روش بشینه صندلی خان میشه. گرفتی؟ با کی فرار کرده؟ من از کجا بدونم آخه؟ الو مادر فیدان، گوشی رو میدی به دجله؟ تو با دجله چی کار داری بین ناز ها؟ الو چی شد بین ناز؟ نامه اینجاها نیست دجله. دیارو آوردن تو زیرزمین حبسش کردن. خدا میدونه اینجا چه خبره. دارم میام. چی شده دختر؟ دیارو پیدا کردن آوردنش. من باید فوری برم خونه. فعلا خداحافظ. بفرمایید سرکار خانم. شما بفرمایید. اینجا خونه دوست منه. شما کی هستین؟ چطوری رفتین داخل؟ دنبال چی هستین؟ واقعا شما جیلان رو میشناسین؟ چقدر خوب. اتفاقا منم دنبالش میگردم، خودم رو معرفی نکردم. انور از استانبول، شوهر خالش. جدی؟ خیلی ببخشید، لیلا هستم، خونه روبرویی. جیلان از شما خیلی حرف زده بود، یعنی از خالش. زنده باشه، خیلی ما رو دوست داره. شما میدونین کجاست؟ خالش خیلی نگرانشه. بعد از این اتفاقات حسابی مریض شده. به هم گفت انور برو ببین چه خبره، هر طور شده پیداش کن و ورش دار بیار اینجا. آها، اینجا وای نسین، بفرمایید بریم داخل. نمیخوام مزاحمتون بشم. اختیار داریم. من خیلی نگران جیلانم. یکم حرف میزنیم. بفرمایید. منو ببخش مامان جون، اما قسم میخورم از دست اون حیوان نجاتت بدم. نجاتت میدم. بفرمایید. جیلان الان میرسه خونه. زیاد بیرون نمیره. تفلکی پای تلفن، همش منتظر زنگ مادرشه. بفرمایید، خواهش میکنم. کیه این یارو؟ چیزی دستگیرت شد؟ اسمش امین علی خان، از مسیبیا، تو بازار قهوه خونه داره. با چه جرأتی دختر خانو دزدیده؟ کاسه زیر نیم کاسه نباشه. حسابی چلوندمش خان، فقط میگه دوستش دارم، همین. الان دوست داشتن و نشونش میدم.
قسم میخورم من گناهی ندارم. اون به زور منو دزدی. بهش گفتم نکن ولی بهم گوش نکرد. من کاری نکردم که تو رو خجالت زده کنم. دیار پاشو وایستا تو صورتم نگاه کن. تو چشام نگاه کن. این پسره همینجوری نیومده توی خیابون تو رو ورداره با خودش ببره ها؟ دارم ازت میپرسم تو اونو میشناختیش؟ حرف بزن. معذرت میخوام. یعنی میشناختیش؟ با پسر غریبه به چرخی همین میشه دیگه. تو کی از راه به در شدی دختر؟ کی یادت رفت دختر خانی؟ هنوز کفن برادرت خوش نشده. تو کی دنبال این کار رفتی دیار؟ مامان جون تو رو خدا منو ببخش. نمیدونستم اینطوری میشه. مامان جون بهم اعتماد نداری نه؟ دخترتو نمیشناسی؟ مامان جون از زن تا داشت دجله بپرس. بهش زنگ زدم گفتم منو دزدیده. بهش گفتم نجاتم بده. به خدا گفتم مامان. خودت بهش رو دادی که دزدیدت. کجا اشتباه کردم؟ چی برات کم گذاشتم دیار؟ چی کم گذاشتم که عادی جان داختی به دامنم؟ هم خودت سوختی هم قلب منو سوزوندی. ماما تو رو خدا منو ببخشی. تو رو خدا رحم کنی. تو رو خدا. تو به خودت رحم نکردی دیار. اول خدا ببخشدت بعدشم انشالله داداشت ببخشدت. چقدر خوبه که شما اومدین. جیلان خیلی روزای سختی گذرونده. دیدن اقوام حالشو بهتر میکنه. ممنون. میخواین ببرینش استانبول؟ بله، یه دختر جوون تک و تنها اینجا، خیال خانم راحت نیست. حق بهش بدین. حق با شماست. شما که اهل اینجا نیستین درسته؟ نه، من اینجا مأموریت اومدم. از استانبول اومدم دکترم. جدا؟ چقدر خوب، چقدر خوب. منم یه دوره تو کار دارو بودم، بازاریاب پزشکی. همه این دوره اطراف رو گز کردم. خب جوون بودیم دیگه، چه میشه کرد؟ چقدر خوب. داداش تو رو خدا گوش کن. تو کی باشی که نزدیک خواهر من بشی؟ کی تو رو فرستاده خونه ما؟ حرف بزن. داداش به خدا کسی منو نفرستاده. داداش من تقصیری ندارم. داداش ما هم دیگه رو به خدا دوست داشتیم. چاره‌ای به جز فرار نداشتیم. می اومدم خواستگاری مگه به هم میدادینش؟ چه خواستگاری عوضی؟ چه خواستگاری؟ خواهر من هنوز بچه است. داری دروغ میگی آره؟ ها؟ داری دروغ میگی نه؟ داداش به خدا هم دیگه رو دوست داشتیم داداش.
با هم رابطه داشتیم. رحم کن، قسم میخورم. ببخشید ما رو، بذارید عروسی کنیم با هم دیگه. ببخش ما رو. چی میگی تو عوضی؟ چی داره میگی؟ داداش تو رو خدا تلفنمو ببین داداش. تلفنمو ببین، ما با هم رابطه داشتیم. تلفنمو ببین. نیت ما جدی بود، به خدا نیت ما جدی بود داداش. وقتی گفت منو به تو نمیدن خاطی کردم، دزدیدمش داداش. به خدا نیت ما جدی بود. تلفن این بیشرف کجاست؟ تو ماشین مونده خان، الان میارم. سری باش. من که میکشم عوضی. گناه خواهرمو شسته باشیم میکشمه، کشته باشیشم میکشمه. نمیذارم راحت بمیری. داداش من کاریش نکردم، اذیتش نکردم داداش. تو عروسیه داداش عمر خدا بیامرز خودش اومد آشنا بشه. چی داری میگی عوضی؟ قسم میخورم بعد از اون ما هم دیگر رو قایمکی میدیدیم. مردی که دختری که جز مدرسه جایی نمیره رو قایمکی میدیدیش؟ آره داداش قایمکی میدیدمش. حتی یه بار نزدیک بود جلوی مدرسه مچمونو بگیری. من تایر ماشینتو پنچر کردم، بهت کمک کردم. کثافت. کاش اون موقع میفهمیدم تو مخت یه گوله خالی میکرد. چرا میزنی داداش؟ به من نگو داداش، عوضی اسرائیلت میشم. داداش ما بین خودمون القم دست کردیم. بفرما خان. مادر به خدا میکشمه. داداش تو به خدا داداش. قدیر عوضی، قدیر کثافت، بالاخره راضی میشی خواهرتو زن من بکنی؟ میکنی منم تلافی این کتکا رو سرت در میارم. قدیر عوضی نامرد بیشرف. اگه تلافی نکنم امین علی نیستم. حالا میبینی. آبجی لیلا. فکر کنم جیلان اومد. بیا تو ببینمت خوشگله. زود باش بیا. جانم جیلان. آبجی لیلا چی شده؟ چی عزیزم چی شده؟ بیا بریم برات یه سورپرایز دارم. شوهر خالت اومده. عزیزم حالت چطوره؟ چی عزیزم؟ حالا که من اینجا دیده خیالش راحت شده. گریه کن عزیزم، گریه کن، آروم میشی. از اینجا میبرمت، با هم میریم پیش خالت. خیلی منتظرته. سریع میریم پیشش. ای جانم بایستا برات یه لیوان آب بیارم. شما هم بفرمایید داخل. گوش کن، اگه چیزی بگی دکتر رو به کشتن دادی. با پای خودت با هم میای. فهمیدی؟ خوبه.
پس چرا نمیاین تو؟ ما دیگه مزاحمت نمیشیم آبجی لیلا، دیگه زحمت نمیدی. این چه حرفیه عزیزم؟ چه زحمتی؟ لطفاً بیاین تو. من و جیلان میخوایم یکم با هم تنها باشیم. از لطفتون خیلی متشکرم. از آشناییتون خیلی خوشبخت شدم. جیلان دستتون امانته، منم خیالم راحته. ما هم قبلش بریم یه ناهار مفصل بخوریم. بیا بریم زود باش. اینو بده من. جیلان قیافت درست کن. مواظب خودش باشه. کجاست این نامه؟ کجاست؟ این نامه کجاست؟ کجا؟ تو قایمش کردی، راستشو بگو. هنوزم به من اعتماد نداری دجله؟ اومدم، اونم بدو نامه ای اونجا نبود. تو از مرگ برگشتی. آخه نامه من قایم کنم چه فایده ای برای من داره؟ لعنتی خدایا، چرا منو نجات دادی؟ کارم تمومه بی‌ناز، تمومه. کی این نامه رو برداشته؟ کی؟ ببین بی‌ناز، برو یواشکی زیر زبون اون امینه رو بکش. مگه چی نوشته بودی توش؟ میخواستی چی باشه؟ همه چی رو نوشتم. امین علی رو که به عمر شلیک کرده بود برای اینکه لجه منو در بیاره، دیا رو دزدیده. همه چیو. خدایا چرا نجاتم دادی آخه؟ چرا؟ وای بدبخت شدم بی‌ناز. اگه اون نامه افتاده باشه دست قریشا خانوم، اگه به گوش داداشم برسه، یعنی مطمئنم که منو میکشن. قریشا خانم صدات میکنه عروس خانم. بهت گفتم منتظرم باش جیلان. گفتم که نرو گلم، گفتم صبر کن. مامانم کجاست؟ میخوام مامانمو ببینم. ببین منو، اینجا منم که تصمیم میگیرم کی چی کار کنه. زبون درازی کنی مادرتو تو خوابم دیگه نمیبینی. میشه لطفاً مامانمو ببینم؟ آفرین، زود یاد میگیری. اینو ببریم پیش ننش، بعدش هم که با هم تنها میمونی.
منو صدا کردی مادر؟ حالت چطوره؟ خوبم مادر. دیگه نباید از این کارا بکنی. هم به خودت هم به بقیه صدمه میزنی. تو این خونه جون و سلامتی تو دست من امانته. اگه خدای نکرده بلای سرت بیاد 2 قبیله به جون هم میافتن. مردم بیگناه آسیب میبینن. تو دختر خانی، زن خانی، باید از خودت خوب مراقبت کنی. فهمیدی؟ حق دارین مادر. حالا میخوام یه چیزی ازت بپرسم. دیار با این بی‌ناموس رابطه داشت؟ تو خبر داشتی؟ میگفت یکی هست. کیه؟ اهل کجاست؟ تو میدونستی؟ میگه به زن داداشم پیام دادم نجاتم بدین، به زور منو دزدیده. راست میگه؟ به خدا من نمیدونستم کیه. پیامشم تازه دیدم. خودتون که میدونین من تو چه حال روزی بودم. خدایا خودت مراقب بچه‌ام باش. دارم دیوونه میشم. برای اینکه قصه بخورم واسه کدومشون گریه کنم. ای خدا. مادر جون تو رو خدا آروم باش. وقتی قدیر دیار رو پیدا کرده کار از کار گذاشته. بعد از پسرم قرار دخترم رو خواب کنم. خدا لعنت کنه اون عوضی رو. اون که لعنت شده یه خداییه، ولی این وسط دخترم شرفش از بین رفته.